راهبران یک اداره ناظر سطح تعلیم و دانش در تاجیکستان اعتراف کردند مشکلات زیاد در ساحه به صفت تعلیم در مؤسسه های تعلیمی اثر بد گذاشته است. رئیس آژانسی نظارت در ساحه معارف در یک نشست خبری گفت این نتیجه ارزیابی تحصیل در بیشتر از 470 مکتب و کالج و دیگر مؤسسه های تعلیمی است. او امور زیادی نگران کننده هم آورد. صفت تحصیلات به حساب میانه در جمهوری 34.5%، درجه اسقاط‌کنی برنامه‌های تعلیمی فن‌ها 80%. نسبت به سال‌های قبلی تا 2.5% زیاد شده. صفت تحصیلات در مؤسسه‌های تحصیلاتی میانه عمومی دارای مقام جمهوریوی و خصوصی و غیر دولتی، یعنی مؤسسه‌های تحصیلات عمومی تیپ نو در 11 مؤسسه در امسال یکم با جلب 11047 خواننده، صفت تحصیلات 49%، درجه اسقاط‌کنی 84%. در زمینه تحصیلات ابتدایی کسبی 5 مؤسسه با صفت تحصیلات جلب شده که ارزیابی صفت تحصیلات در 5 مؤسسه گذرانده شده است با جلب 5408 خواننده. صفت تحصیلات در همین زمینه نسبتا پستر 21، اسقاط‌کنی 61%. با اطلاع آژانسی بهای خوب و اعلی سطح تحصیلات و بهای قناعت بخش گرفتن برنامه‌های تعلیمی را معین می‌کرده است. نارسایی کتاب‌های درسی، به کتاب آمدن خوانندگان به مکتب، تعدادی از معیار زیاد خوانندگان در اکثر صنفخانه‌ها، رعایت نکردن معیار بهاگذاری، به تجربگی و دانش کمی برخی از آموزگاران و درس گفتن معلمان غیر اختصاص از مشکل‌های دیگری ساحه بوده است. نیم ساله یکم سال 2025 میخوام مشخص‌تر به سوال شما جواب در اساس پوره به طلبات‌های معیاری استانداردهای دولتی تحصیلات جوابگو نبودن مؤسسه‌ها در زمینه تحصیلات میانه عمومی تحصیلات عمومی انگویی 29 مؤسسه شرطاً از اتستاسی دولتی گذرانده شدند، یعنی به مهلت 2 سال. اینو بر سببی پوره به همه معیارهای استاندارد دولتی تحصیلات جوابگو نبودند. وضع تعلیم و سطح دانش خوانندگان و دانشجویان تاجیک در گذشته بارها باعث به نگرانی شده است. 4 سال پیش امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان برنامه‌های تعلیمی را تنقید کرده گفته بود که برنامه‌ها کهنه‌اند و اکثر آموزگاران سیستم نوی کار را با دانش آموزان نمی‌دانند و نیاز به اصلاحات است. سال گذشته تاجیکستان در شاخص یا ایندکس جهانی دانش در میان 133 کشور در جایگاه 111 قرار گرفت. این نشاندهی پایین‌ترین در بین دولت‌های آسیای مرکزی گفته می‌شود.